با سلام خدمت همه دوستان و کاربران عزیز. خیلی از دوستان راجع به گلچین کردن صدا مشکل داشتن. من قبلا یه آموزش نوشتاری آماده کردم، گویا واسه بعضی از دوستان هنوزم مشکلات هست. تصمیم گرفتم با یه کلیپ تصویری این آموزش رو به شما ارائه بدم. ببینید دوستان، ما دو مدل صدا داریم. یه مدل صدایی هست که از خود صدای کارخونه‌ای تشکیل شدن، مثل این صداها. هر وقت خواستید صدایی رو انتخاب کنید، اگه عکس اون ساز این بالا بود، جای آپر 1 و 2 و 3 عکس ساز بود، اون صدا از صدای کارخونه‌ای تشکیل شده. واسه گلچینش نیازی نیست شما سمپلاش رو یادداشت کنید، چون روی حافظه رام دستگاه هستن. فقط باید شما بانک های صدا رو بزنید. ببینید دوستان، به اینا میگن بانک صدا. به اینا خب مثلا الان این صدا توی بانک 3. خب بانک 3 رو انتخاب میکنید. وقتی انتخاب کنید اینجا کاملا نوشته صدا چیه. از یک طریق دیگه هم که دارین که شما میتونید از همینجا بانک‌ها رو تغییر بدید توی سایزهای پیا 600 900 یا تری ایکس. اینجوری هم میتونید شما انتخاب کنید. خب دوستان ببینید، اگه شکل سازها بود، این صداها میشن صدای کارخونه‌ای. شما فقط باید یادداشت کنید که این صدا تو چه بانکی بوده و به چه نامی. این قسمت رو لمس کنید، میگه بانک شماره 4 اسم صدا برس. حالا من میخوام این صدا رو فرض کنید توی ست خودم بیارم. چیکار میکنم؟ دکمه مدیا، ستی که بوده رو میارم که من ستم اینه. میریم توی شاخه پرفورمنس، صداها توی پرفورمنس هستن. اوپن بود بانک 4. ببین نوشته 1 2 3، این میشه 4. اوکی. اوپن نوشته صدا برس. لود میکنم چون روی خودشه نمیخوام. فرض کنید توی ست خودم اینجا خالی، یه جا خالی میخوام براش انتخاب کنم. اگزیت. اوکی. یس. درسته. حالا میرم بانک 4 توی 5 اینجا سیو کرده بودم. ببینید به محضی که انتخابش کنم دوباره صدا دارم. بدون اینکه سمپل بخوام بیارم صدا استفاده میشه. این صداها بهش میگن صداهای کارخونه‌ای. واسه گلچین کردنش به همین راحتی شما میتونید انجام بدید. اما یه سری صدا داریم که صداها از سمپل تشکیل شده. از کجا بفهمیم صدا از سمپل تشکیل شده؟ ببینید، من این صدا رو مثلا میخوام انتخاب کنم. به محض که انتخابش میکنم ببینید اینجا دیگه شکل سازا نیست. اینجا نوشته یوزر 4. حالا شاید نوشته باشه مثلا یوزر 2. ببین نوشته یوزر 1. یعنی یه صداش سمپله، بقیه‌اش مال کیبورد ها، ولی یه دونهش سمپله. چون بخواد درست اجرا شه باید هم یه دونه رو هم بردارید. من برای مثال این صدا رو انتخاب میکنم که سمپل داره، شما راحت متوجه بشید. نوشته یوزر 4. اگه لمسش کنم اسم سمپل رو میبینم، پس باید اسم سمپل رو یادداشت کنم. بنویسم مثلا بانک شماره 1 صفحه 2، یا صفحش مهم نیست، بانک شماره 1 مثلا صدای احمد استرینگ 2. اسم صدا رو می‌نویسم این به عنوان صدا. حالا سمپلاش چیه؟ آپر 1 استرینگ 2 که تو یوزر 4 هست. آپر 2 احمد استیر 2 که بازم تو یوزر 4 هست. و آپر 6 هم باسیل استرین هست که اونم توی یوزر 4 هست. اسم تمام سمپل و یوزری که توش قرار داده رو می‌نویسم. این برای تمام صداها صدق میکنه. صداهایی که سمپل داشته باشن بعد صدا رو انتخاب کنید، بعد تمام آپراشو بنویسید که تو چه یوزری و اسم سمپلش چیه. این از نحوه یادداشت کردنش. حالا واسه بارگذاریش بعد چیکار کنید؟ قبل از اینکه این کارو کنید، خیلی از دوستان یه سوال دارن، میگن وقتی یه ست لود میکنن صداها توی اون ست خیلی با کیفیت‌تر و افکتاش کامله، وقتی توی ست خودمون میاریم کیفیتش مثل اون نیست، افکتاش فرق میکنه یا اصطلاحاً خشک میشه. واسه اینکه این اتفاق نیفته، قبل از اینکه سمپل رو لود کنید دکمه گلوبال رو بزنید، از پنجره باز شده جنرال کنترل رو انتخاب کنید، از این زبونه لوک رو انتخاب کنید، از سمت راست گزینه سوم FX and Voice این رو که بزنید، این گزینه رو باید قفل کنید. این وقتی باز باشه اون مشکلی که گفتم اتفاق میفته. اینو مجدد قفل کنید. واسه سیو کردن همه اینا فلش رو میزنید و گزینه رایت گلوبال اوتو سلکت ستاپ رو انجام میدید. این تنظیمات رو سیو میکنه. وقتی که این کار انجام دید، حالا شروع میکنید سمپلایی که یادداشت کرده بودید رو وارد ست خودتون میکنید، یکی یکی لود میکنید. اگر موقعی لود کردن جای خالی بهتون داد که همونجا لود کنید و دیگه نیاز نیست معرفیش کنید. ولی اگه به هر دلیلی لود کردید جای اون سمپل توی ست خودتون سمپلی بود و خواستید جای سمپل رو عوض کنید، حالا باید ابتدا صدا رو انتخاب کنید و هر جایی فرض کنید الان یوزر 4 حالا انتخاب میکنید قبلا یوزر 4 تون پر بوده، شما مثلا اینجا سیوش کردید، جاشو عوض میکنید، همون سمپل رو بعد به این صدا بدید. دست آخر که تموم شد فلش بالا میزنید و رایت پرفورمنس رو میزنید. اینجا میتونید اسم صدا رو عوض کنید و اینجا میتونید مسیر صدا رو عوض کنید و در پایان اوکی و تمام.
اینم از نحوه آموزش گلچین کردن صدا. امیدوارم از این آموزش نیز نهایت استفاده رو ببرید.